شیخ سعدی گفتگی است که برای نادان یا برای احمق بهتر از خاموشی نیست. اما اگر او یعنی همون نادان همون احمق این مصلحت میدانست نادان نمی بود. با درود دوستان عزیز، در ویدیوی گذشته یک شوخی کردم درباره یک سرود با نام فهمیدم که فهمیدم. اگر کسی ندیده باشد بعد این ویدیو را دیدن میتواند ویدیوی پیش از این را ببینید. و در اونجا احمق پیدا شد و من را نصیحت کرد. اگر کوشش میکنم شود نوشتگیش را در این بالا میگذارم تا شما ببینید بخوانید. اقلا درست نوشته نمیتواند. با همان فهمی کوتاه خودش من را نصیحت کرده است. در زبان ما مثال چیزی هست با نام کنایه. با کنایه سخن گفتن یا طرز دیگرش تلخ گفتن. هست شوخی کردن، هست سخنهای مهربانی کردن. همچنین شعرها هست، شعرهای تربیوی و قصه های تربیوی و گوناگون هستند. شعرهای طنز یعنی شوخی و شخصی بیسواد اینها رو فرق نمی کند. امام غزالی در کتاب خودش احیاء علوم الدین گفتگی است که تن آدم، بدن آدم به خوراکی نیاز دارد. برای بدن انکشاف یابد باید که خوراک بخورد و عقل انسان هم برای که فهمش زیاد شود، انکشاف یابد، با عقل شود، به خوراکی نیاز دارد و خوراک عقل انسان این علم است، دانش است. از یک کس میشنوی، از یک کتاب میخوانی، از خودت دنیا تجربه زندگی خودت میبینی و همینها همش علم از تجربه زندگی است و عقل انسان از این زیاد میشود. برای همین مثال در ما دانشمندان زیاد هستند. برای چی آنها در اینترنت نیستند؟ برنامه های تربیوی ندارند، یگان برنامه دیگر ندارند که وقتی می شود که هم برنامه داشته باشند و از اینترنت با یگان سومی دیگر هم فایده بگیرند، درآمد داشته باشند. اما نیستند، چون از مقابله با چنین احمقان حذر دارند که با یک احمق وقتی می برای سخن میگوید، یک چیزی می نویسد، یک چیز میگوید، یک احمق چیزی میگوید که با او سر به سر شدن این شرمندگی است. برای همین نمی برایند، در یگان جا نیستند. فقط در فیسبوک گروه های خرد است، اون هم محکم که هر کسی را اجازه در آمدن نمی دهند تا احمق اونجا نداره در بین آنها. و در آینده البته شعرها و سرودها و شوخیها و همچنین کوشش میکنم که کتابها را برای شما بخوانم، در اینجا قرائت کنم. خب دوستان عزیز، با ما باشید تا برنامه آینده. در پناه خداوند.